2 هفته پیش تولدم بود ولی من حوصله نداشتم جشن بگیرم و به همه دوستانم گفتم که میخوام خونه بمونم. دکترها خواسته منو در نظر گرفتن و یه سورپرایزی رو آماده کردن. صبح زود اکسانا با داوید اومدن پیشم، بمب شادی رو ترکوندن، یک دسته گل که خودشون درست کردن و هدیه به هم دادن. من دوباره خوابیدم. بعد از نیم ساعت بازم کسی در رو زد و من این کیک رو دیدم. سورپرایز بعد از سورپرایز. میدونم که نوشته روی کیک اشتباه داره، درباره این بعداً تعریف میکنم. البته اگه برای شما جالب باشه. بعد من باشگاه رفتم و وقتی برگشتم خونه من تزوین شده بود. بله، ما اینقدر به همدیگه اعتماد داریم که کلید دوم خونه همدیگه رو داریم. یکی از دوستانم کلوگیس آورده و گفت که دیانا غمگینه ولی امروز تو دیانا نیستی. این